بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید گنج حکیم. مهارتی که میخوایم شروع کنیم سیستم عامل ویندوز چیه بچه‌ها؟ 10 هست. در پایان دوره شما علاوه بر سیستم عامل 10 باید سیستم عامل 11 هم یاد بگیرید که من کتاب ویندوز 10 و 11 رو نوشتم. میتونید از کتاب الکترونیکی من استفاده کنید. قبل از اینکه کلاس شروع بشه تمام این مطالب توی کتاب ویندوز 10 و 11 من کامل توضیح داده شده. فقط امتحانی که شما میخواید بدید، اگر کسی قصد داره امتحان بده، از مهارت چی بچه امتحان میگیرن از شما؟ سیستم عامل 10. خب این صفحه‌ای که شما مشاهده میکنید جلوتون الان هست که تشکیل شده از یک سری آیکون ها و پایینش یک نوار کار داره. بهش میگیم میز کار. کش میگیم چی؟ میز کار یا دسک تاپ. فقط تلفظها رو لطفاً صحیح بگین. اگرم تلفظش رو نمیبینید زیرش بنویسید. پس سرکار خانم حیدری، این صفحه‌ای که شما دارید مشاهده میکنید آقای الباسی بهش میگیم چی؟ میز کار یا دسکتاپ که تشکیل شده از یک سری آیکون ها. این آیکون هایی که الان این گوشه دارید میبینید تشکیل شده از سری آیکون ها و یه نواری که اون پایین هست بهش میگیم نوار چی؟ بهش میگیم اون نواری که پایین هست بهش میگیم نوار بگیم کار یا نوار وظیفه یا بچه چی بهش میگن؟ تاسک بار. پس تا اینجا چی شد؟ صفحه‌ای که شما جلوتون میبینید بهش میگیم میز کار یا دسکتاپ که تشکیل شده است از یک سری چی های حیدری؟ آیکون. به اینا میگیم آیکون. 3 تا آیکون خیلی مهم توی این آیکون ها هستن که حالا بعدها باهاش آشنا میشیم. آیکون دیسپیسی، آیکون کنترل پنل و آیکون چیه بچه‌ها؟ ریسایکل. این 3 تا آیکون جزو آیکون‌های خیلی مهم و حائز اهمیتن که ما ازشون استفاده میکنیم که حالا بعداً راجع بهش توضیح میدم که دیسپیسی چیه، کامپیوتر چیه، کنترل پنل و ریسایکل بین چی هست. پس این 3 آیکون جزو آیکون‌های چی هستن بچه‌ها؟ پرکاربردن که ازشون استفاده. اولین چیزی که شما باید یاد بگیری کار با موس هست. اگر کسی توی این کلاس کار با موس رو یاد نگیره هیچی یاد نمیگیره. اولین فرمانی که میخوایم یاد بگیریم چیه؟ آقای قسمتی، کار با موسه. 4 تا فرمان داریم. البته 5 تا فرمان کار با موس داره که من 4 تاش امروز درس میدم. یه دونش میمونه برای جلسه‌های بعد. یکی فرمان کلیک هست، یکی فرمان دابل کلیک هست، یکی فرمان رایت کلیک هست و یکی فرمان درگ اند دراپ هست که هر 4 فرمان رو باید برای جلسه بعد بلد باشی. فشردن یک بار دکمه سمت چپ موس عمل چی برامون انجام میده؟ کلیک. فشردن یک بار دکمه سمت چپ موس عمل چی سرکار خانم برامون انجام میده؟ عمل کلیک. باعث میشه چه اتفاقی بیفتد؟ باعث انتخاب فایل یا کوشه میشه. باعث چی میشه؟ انتخاب فایل یا کوشه. پس فشردن یک بار دکمه سمت چپ موس عمل چی انجام میده؟ کلیک یا انتخاب. دابل کلیک. فشردن 2 بار پشت سر هم دکمه سمت چپ موس باعث چی میشه بچه‌ها؟ باعث اجرای فایل میشه. پس اگر 2 بار پشت سر هم دکمه سمت چپ موس رو بزنیم باعث چی میشه بچه‌ها بگین؟ واسه اجرای فایل میشه. پس فشردن یک بار دکمه سمت چپ موس عمل کلیک باعث انتخاب فایل و 2 بار پشت سر هم باعث اجرای فایل میشه. باعث میشه که اون فایل چی بشه؟ اجرا بشه. یک بار فشردن دکمه سمت چپ موس رو بهش میگیم کلیک. 2 بار پشت سر هم بهش میگیم چی؟ دابل کلیک. یک بار فشردن دکمه سمت چپ رو بهش میگیم کلیک. 2 بار پشت سر هم بهش میگیم چی؟ دابل کلیک. که فشردن یک بار دکمه سمت چپ موس عمل انتخاب و 2 بار اجرا. رایت کلیک چی کار میکنه؟ یک منوی میانبر برامون ایجاد میکنه.
اگر دکمه سمت راست موس رو بزنیم آقای خاوری چه اتفاقی میفته؟ یک منوی میان برد، کلیک راست، رایت کلیک همون چیه بچه‌ها؟ فشردن دکمه سمت راست موس باعث میشه یک منوی چی باز بشه؟ میان برد که راجع به منوی میان برد قسمت‌های بعدی توضیح خواهم داد. درگ اند دراپ چیه؟ کشیدن و بگین رها کردن. میگه اگر دکمه سمت چپ موس رو بگیری بکشی بیاری جای دیگه چی بکنی؟ رها کنی. عمل چی انجام دادی؟ درگ اند دراپ یعنی بکشی. میگن درگ رهاش کنی میگن چی؟ دراپ. درگ اند دراپ. خب ببین بچه‌ها من توی کلاس بعد از اینکه مطالب تمام میشه بهتون یه سری چی میدم؟ تمرین میدم. این جلسه و جلسه بعد تمرین ها رو اینجا مینویسم. مثلا تمرین 1 کار با چیه؟ موسه. یعنی الان که دفترت باید بنویسی تمرین 1 کار با موس رو انجام دهی. منزل رفتی این 4 تا عملیات یه نفر مثل شما باهوشه با یه بار انجام دادن یاد میگیره، یه نفر مثل من خنگه باید 1000 بار انجام بدم تا یاد بگیرم. انقدر باید یاد بگیری که 4 تا عملیاتی که بهت گفتم رو یاد بگیری. اگر کسی جلسه بعد کلیک، دابل کلیک، رایت کلیک و درگ اند دراپ رو بلد نباشه به مشکل برمیخوره. کلیک فشردن یک بار دکمه سمت چپ موس، درگ اند دراپ کشیدن و رها کردن، رایت کلیک فشردن کلید سمت راست و دیگه چی بود؟ دابل کلیک اجرای فایل. الان تمرین 1 رو بهتون فرصت میدم انجام بدین. من انتهای کلاس میایستم. رفتید منزل کلیک. وقتی میگیم کلیک فشردن 1 بار دکمه سمت چپ موس. دابل کلیک باز میکنی میبندی. باز میکنی میبندی. درگ اند دراپ کشیدن و رها کردن. رایت کلیک میشه چی؟ فشردن دکمه سمت راست موس. یک منوی چی باز میکنه؟ میان برد. خب ببین بچه‌ها اون قسمت پایینی که گفتیم ازش استفاده میکنیم ما قسمت میگیم چی بگیم؟ بهش میگیم نوار کار یا نوار وظیفه یا چی بگی؟ پس بار. درسته؟ نوار کار یا نوار وظیفه یا پسبار. از چند قسمت تشکیل شده نوار کار یا نوار وظیفه یا پسبار؟ 4 به علاوه 1 قسمت. البته بیشتر از 4 به علاوه 1 قسمت هست. من فعلا 4 قسمتش رو میخوام توضیح بدم. خب برای اینکه این قسمت رو توضیح بدم من اون قسمتایی که نمیخوام رو فعلا غیر فعال. خب اولین قسمتی که توی نوار کار باش کار داریم و داریم ازش استفاده میکنیم قسمت چیه؟ دکمه استارت هست. میبینی دکمه استارت رو اجرا کردن. چند تا روش برای اجرای دکمه استارت داریم؟ 3 روش. یکی روش کلیک کنی. یکی کلید ویندوز رو بزنی. کلید چی رو بزنی؟ ویندوز. همه ویندوز رو پیدا کردن؟ ویندوز کجاست؟ بین کنترل و آلت سمت چپ. کلید ویندوز رو بزنی. یکی کلید ترکیبی کنترل و علاوه اسکیپ رو بزنیم. بچه‌ها اول کنترل رو بزنیم بعد اسکیپ. اول اسکیپ رو بزنیم بعد کنترل رو. اول کنترل بعد اسکیپ. پس برای فعال کردن منوی استارت چند تا روش داریم؟ 3 روش. 1 کلیک کنیم. 2 کنترل اسکیپ رو بزنیم. 3 ویندوز رو بزنیم. بچه‌ها منوی استارت تشکیل شده از تمام نرم افزارهایی که ما ازشون استفاده می‌کنیم که به صورت حروف الفبا سرکار خانم ترک اینجا چی شده؟ دسته‌بندی شده. مثلا میگه ایا اینجاست، بیا اینجاست، یا اینجاست، هر کدوم خواستید میتونید تشکیل. پس گفتیم نوار وظیفه یا نوار کار اون نواریه که کجا قرار گرفته؟ بازخوردها خیلی ضعیفه. اون نواریه که کجا قرار گرفته؟ شما بهترین تایم هم برای کلاس انتخاب کردید. 5 و نیم تا 7 بهترین تایم برای کلاسه. اون نواری که پایینه تشکیل شده از چند قسمت؟ که 4 قسمتش امروز میگی به علاوه قسمت حالا قسمت برقی. نایه بعدی نایه تولبار هست. نایه بعدی نایه چیه؟ تولبار. که ما در نایه تولبار میتونیم نرم افزاری رو پین یا آن پین کنیم. پین یعنی به نایه تولبار اضافه شود. آن پین یعنی از نایه تولبار چی بشه؟ حذف بشه. نگاه کنید الان چه گزینه‌ای توی نایه تولبار داریم؟ گزینه اسکرین رکوردر رو داریم، مایکروسافت فایرفاکس رو داریم، مایکروسافت ایج رو داریم، گزینه فایل اکسپلورر رو داریم و گوگل کروم. اگر بخوای اینا رو برداری روش کلیک راست میکنی چه گزینه‌ای رو انتخاب میکنی؟
unpin from taskbar. unpin from taskbar یعنی چی؟ یعنی از این ناحیه برداشته شد. اگر بخوای گزینه اینجا اضافه کنی کلیک راست میکنی، گزینه چی رو میزنی؟ پین تو تسکبار. الان پین شد به ناحیه تسکبار. به چه دردی میخوره؟ دیگه اگر بخوای نرم افزاری اجرا کنی دیگه نیازی نیست بری توی سیستم دنبالش بگردی 2 ساعت پیداش کنی. همینجا روش کلیک میکنی میشه میانبر. پس ناحیه تولبار یه جورایی بچا چیه؟ میانبر برنامه رو قرار. پین یعنی این برنامه رو به تسکبار اضافه کن. آن پین یعنی چی؟ حذفش. پس نوار وظیفه چند قسمتشو درس دادی؟ 2 تا قسمت. قسمت بعدی ناحیه تاسک منیجر هست. تاسک منیجر برنامه‌های بچه‌ها همه اینا توی کتاب ویندوز 10 و 11 هم توضیح داده شده. برنامه‌های در حال چی هستن؟ در حال اجرا هستن. الان چند تا برنامه در حال اجرا داریم ببینیم کی حواسش هست. یه دونه. آفرین. فقط این پنجره‌ای که من دارم اطلاعاتو توش می‌نویسم. الان چند تا برنامه در حال اجرا داریم؟ یکی. این برنامه در حال اجرای منه. این یه دونه برنامه در حال اجرای منه. ناحیه سمت راست ناحیه ببخشید من صدامو بالا میبرم برای که سر صدا میاد شما بچه‌ای که انتهای کلاس هستن متوجه شید. ناحیه بعدی ناحیه نوتیفیکیشن اریا. نوتیفیکیشن اریا بچه‌ها ناحیه اعلانه یا بهش میگیم یا ناحیه سیستم ترای. پس ناحیه چی داریم بچه‌ها درس میدی؟ سمت راست ناحیه بگی نوتیفیکیشن اریا سیستم ترای. الان داره میگه ساعت 5:50 بعد از ظهر 15/5403 ENG یعنی زبانتون چیه؟ انگلیسی. الان چه شد؟ فارسی. کلیدهای ترکیبی و چی زبانمون رو تغییر میدن؟ احسن سکاخون میکنی آلتو شیفت. اگر آلتو شیفت رو بزنیم الان زبان فارسی، آلتو شیفت رو بزنیم زبان انگلیسی. میگه شما به اینترنت چی داری؟ نگاه کن. اینترنت اکسس یعنی به اینترنت دسترسی داری. میگه این ولوم صدا الان روی چنده؟ 100. چرا رو 100 هندی قرار داده؟ برای اینکه صدا رو شما راحت بشنوید و اینجا سر صدا ما رو اذیت نکنه. میگه الان هندی داره با استفاده از یک نرم افزاری اطلاعات رو برای شما چی میکنه؟ سرکاف مرادی ضبط میکنه. پس این ناحیه رو بهش میگیم ناحیه نوتیفیکیشن. یه بار دیگه توضیح میدم برای اونایی که یاد نگرفتن. خب ما داریم الان چه قسمتی در قسمت دوم داریم درس میدیم؟ بگین نوار کار یا نوار وظیفه یا تسکبار. بازخورداتون خیلی ضعیفه. گفتیم نوار کار یا نوار وظیفه چند قسمت تشکیل شده؟ 4 به علاوه 1. متشکرم. گفتیم 1 منوی استارت. منوی استارت یا با کلیک اجرا میشه یا ویندوز رو میزنیم یا کنترل اسکیپ. متشکرم. ناحیه بعدی ناحیه چی بود قسمتی؟ ناحیه تولبار. گفتیم میتونیم یه سری برنامه رو اینجا پین یا آن پین کنیم. برای پین کردن کافی روش کلیک راست کنیم و پین تو تسکبار رو بزنیم. اگه بخوایم برش داریم کلیک راست و آن پین فروم تسکبار میذاریم. تاسک منیجر چی بود؟ برنامه‌های در حال اجرا که فقط الان یه برنامه در حال اجرا دارن. ناحیه نوتیفیکیشن اریا چی بود آقای ایدری؟ یا سیستم ترای یا سیستم ترای الماسی. گفتیم اون گزینه‌هایی که سمت راست هستن بهش میگیم ناحیه اعلان. ساعت سیستم، زبان سیستم، برنامه‌هایی که داریم ازشون استفاده می‌کنیم. آلت شیفت برای چی بود؟ ببینید قبل از اینکه کلاس شروع شود نامبر ترین فرد کلاس توی کلاس من کسیه که مطالب رو خوب جمع‌آوری کنه که بعضیا دارن جمع‌آوری میکنن. آفرین. خوب دسته‌بندی کنه و خوب خلاصه برداری کنه. ببینید بچه‌ها شما موظفید همه تمرین‌ها رو اینجا بنویسید. الان تمرین 2 من میخوام چی بذارم؟ کار با نوار وظیفه. اینا رو باید بریم منزل کار کنی. یعنی الان باید سرکار خانم ترک نوار وظیفه رو بشناسه که از چه قسمت‌هایی تا اینجا تشکیل شده. چند قسمت نوار وظیفه رو درس دادیم؟ 4 قسمت. الان 4 قسمتش رو باید یاد بگیریم. تمرین دوم. اینا همه باید طبقات. الان چند تا کلید میانبر درس دادیم؟ یکی آلت و شیفت. اینا رو باید برای خودت بنویسی. یکی کنترل اسکیپ و یکی ویندوز. اینا رو باید کار کنی. دسته‌بندی کنی، طبقه بندی کنی. اگر بخوای فقط بیای کلاس و از کلاس خارج بشی، باز جلسه بعد بیای کلاس باز خارج بشی، چون مطالب ساده ولی چیه بچه‌ها؟ فرداره همه مطالب فراموش میشن.
تمرین دوم رو دوستان انجام بدن. هر کس کار با پنجره ها. بحث بعدی میخوایم راجع به چی صحبت کنیم؟ کار با پنجره ها. ببین بچه‌ها، من به عنوان مثال یکی از آیکون های مهم و پرکاربرد رو باز میکنم. گفتیم مهمترین و پرکاربردترین آیکونی که استفاده بکنیم پنجره چیه؟ دیس پی‌سی. میخوام 4 تا از گزینه ها رو اینجا بهتون آموزش بدم. این ضرب‌در باعث بستن پنجره میشه. پس اگر پنجره رو باز کردی خواستی ببندی چه دکمه‌ای رو میزنی؟ کلوز. کلوز به معنای بستن. اینجا بنویسم. اولین فرمانی که یاد گرفتیم فرمان کلوز هست. کلوز به چه معناست؟ کلوز به معنای بستن پنجره. فرمان بعدی فرمان ماکسیمایز هست. ماکسیمایز باعث میشه پنجره چی بشه؟ بزرگ بشه. ماکسیمایز یعنی چی؟ پنجره رو بزرگ کن. ماکسیمایز پنجره رو بزرگ میکنه. فرمان بعدی فرمان ریستور داون و فرمان بعدی فرمان مینی مایز هست. همه اینا بی کتابه و اگر نرسیدید میتونید از یک دین نگاه کنید. ببینید ماکسیمایز پنجره رو بهینه میکنه، بزرگ میکنه. ریستور داون برمیگردونه به حالت قبلی، اندازه قبلی. مینیمایز چی کار میکنه آیا الماسی؟ پنجره رو کوچک میکنه. میبره تو نایه هست منیجر که میتونی کلیک کنی بیاری داره. پس 4 تا فرمان رو یاد گرفتین. چه فرمان هایی؟ فرمان کلوز پنجره رو میبنده، فرمان ماکسیمایز پنجره رو بزرگ میکنه، فرمان مینیمایز پنجره رو کوچک میکنه و ریستور داون برمیگردونه به حالت اولیه. الان چه تمرینی رو میخوایم انجام بدیم؟ تمرین 3. تمرین 3 میشه چی؟ کار با این 4 فرمان. چه فرمان هایی؟ کلوز، ماکسیمایز، مینیمایز و ریستور داون. الان این 4 فرمان رو دوستان تمرین کنن تا برگردیم. بحث بعدی یادداشت بفرمایید. جابجایی پنجره ها با موس. بحث بعدی میخوام چه بگی؟ جابجایی پنجره ها با موس. ببینید بچه‌ها، مثلا من این پنجره رو باز میکنم. پنجره‌ای که شما باز میکنید یک عنوان داره. الان عنوان پنجره من چیه؟ دیس پی‌سی. الان عنوان این پنجره چیه؟ ریسایکل بین. آفرین. برای اینکه پنجره رو جابجا کنیم روی عنوانش درگ میکنیم، میاریم اینور دراپ میکنیم. اینجا درگ اند دراپ نمی‌کنیم. ما اینجا کجا درگ اند دراپ می‌کنیم؟ روی نوار عنوان. درگ اند دراپ. جابجا کردن رو یاد گرفتی؟ جابجا کردن پنجره. تمرین چندم میشه جابجا کردن پنجره؟ تمرین 4. بچه‌ها اگر این تمرینایی که ببینید کلاس کاربرنویسی مثل یک زنجیرهای قسمتی میمونه. اگر شما تمرین‌های این جلسه رو یاد نگیرید، جلسه بعد به مشکل بعد. یعنی اگر کسی کلیک کردن، دابل کلیک، رایت کلیک، درگ اند دراپ، جابجا کردن، این چیزایی که امروز میگم و یاد نگیره جلسه بعد به مشکل بعد. خب حالا شما فرصت دارید منزل که تشریف بردید این تمرین‌ها رو دوباره چی بکنید؟ تکرار کنید. پس برای جابجا کردن یه پنجره باز می‌کنید، روی نوار عنوان جابجاش می‌کنید. من الان انتهای کلاس ایستادم، دارم نگاه می‌کنم. هم اطمینان پیدا کنم انتهای کلاس می‌ایستم. بحث بعدی یادداشت بفرمایید. تغییر اندازه چی بچه‌ها؟ بگید. پنجره ها با چی؟ با موس. ما 2 تا مفهوم داریم. یکی کورنر. کی میتونه بگه کورنر یعنی چی؟ کورنر یعنی گوشه، لبه. و یکی نب. نب گوشه. ببخشید. نب یعنی چی؟ یعنی لبه. میگه اگر میخوای پنجره رو چی بکنی؟ میخوای پنجره رو تغییر اندازه بدی با موس، گوشه ها نگه بدار. دادتو ببین نگه دار. تبدیل میشه به علامت چی؟ 4 سویه. حالا کوچک یا بزرگ کن. یا لبه ها نگه دار تبدیل میشه به علامت 2 سویه. کوچک یا بزرگ کن. پس اگر خواستیم پنجره ای رو کوچک یا بزرگ کنیم از چند روش میتونیم این کار انجام بدیم. که کورنر میشه چی؟ گوشه. تو فوتبال داریم میگه کورنر میشه گوشه های 4 لبه یا لبه ها افقی بعد عمودی. یاد گرفتین؟ پس برای تغییر اندازه پنجره ها یا کورنر قرار میگیریم یا کجا قرار میگیریم؟ بگین. یا لبه. تغییر اندازه بده. تمرین چندم میشه؟
از جلسه اینکه بعد دیگه نمی‌نویسیم مثلا تمرین پنجم، دیگه خودت باید اینو تشخیص بدی که تمرین 5 چیه، تمرین 5 چیه، عنوانش چیه؟ تغییر اندازه پنجره‌ها با مس. یه بار تمرینا رو از اول مرور می‌کنیم. تمرین 1 چی شد؟ یادمون رفت. کار با مس بود. تمرین 2 چی بود؟ کار با نوار وظیفه. تمرین 3 چی بود؟ احسنت. تمرین 3 جابجایی پنجره‌ها با مس. تمرین 4 چی بود؟ تغییر اندازه پنجره‌ها با مس. یه بار از بالا میام. تمرین 1 اینا رو باید تشخیص بدی. تمرین 1 چی بود؟ کار با مس. تمرین 2 چی بود؟ کار با نوار وظیفه. تمرین 3 چی بود؟ جابجایی پنجره‌ها با مس. و تمرین 4 تغییر اندازه پنجره‌ها با مس. پس تمرین 5 چیه اگه تغییر اندازه پنجره‌ها؟ تمرین 3 کار با پنجره‌ها بود. اون 4 تا دست شد. آفرین، اون 4 تا دست. اینا رو باید برای خودتون دسته‌بندی می‌کنی، یادداشت می‌کنی. باید به این دید نگاه کنید. بحث بعدی یادداشت بفرمایید. جابجایی پنجره‌ها با چی؟ احسن، با صف کلید. اگر بخوایم پنجره‌ها رو با صف کلید جابجا بکنیم، باید از کلیدهای میانبر استفاده کنیم. درسته؟ میگه اگر خواستی پنجره رو با صف کلید جابجا بکنی، یه پنجره رو باز کن، روی نوار عنوان کلیک کن. دیگه بچه‌ها موس رو باش خداحافظی کنید. روی نوار عنوان کلیک کردی دیگه با موس چی می‌کنی؟ آلتو میزنی با اسپیس بار. اول آلتو بزنم بعد اسپیس بار رو، یا اول اسپیس بار رو بزن. اول اسپیس بار کدوم کلیده؟ بزرگترین کلید صفحه کلید. با کلیدهای جهتدار میایم روی فرمان موو. میایم روی فرمان چی؟ موو به چه معناست؟ به معنای جابجایی. حالا برای اینکه اجرا کنیم کلید موو چطور میزنی؟ کلید اینتر. حالا با چه کلید جهتداری به سمت راست و چپ؟ با کلید جهتدار میریم راست، میایم پایین، میریم سمت چپ، میایم بالا. یه باری که توضیح میدم برای اونایی که یاد گرفتن. خب میخوایم چیه درس بدیم الان؟ تمرین بعدی چیه؟ جابجایی پنجره‌ها با صف کلید. یه بار روی نوار عنوان، اونایی که یاد گرفتن به من کمک کنن. روی نوار عنوان چیکار می‌کنی؟ کلیک می‌کنی. با موس خداحافظی می‌کنیم. بعضی‌ها با موس، دیگه با موس خداحافظی می‌کنیم. آلتو چیه می‌ذاری؟ اسپیس بار. با کلید جهتدار میایم روی چه فرمانی؟ فرمان مو. حالا جابجاش می‌کنیم به سمت راست، به سمت چپ، به سمت. یاد گرفتی؟ خب پس اینجا می‌نویسیم از چه فرمانی استفاده کردیم؟ موو. کلید میانبراش چی بود؟ آلتو اسپیس بار. تمرین چندم می‌خوایم الان انجام بدیم؟ تمرین 20. درسته؟ تمرین 20 می‌خوایم انجام بدیم. تمرین 6 اگه من اول ننوشته بودم الان نمی‌دونستم تمرین چنده. نوشتم یادم هست. حالا نامبر 1 کلاس بعد هر جلسه تمرینا رو بنویسه. مثلا نامبر 1 کلاس وقتی تموم میشه میگه میگم چند تا تمرین انجام مثلا میگه 10 تا، 4 تا، 3 تا. اینا رو دیگه بعد هر جلسه برای خودتون بنویسید، دسته‌بندی کنید. تمرین 6 رو انجام بدید. این قشنگ گوش کن ببین من چی میگم، قشنگ گوش کن. اول یه پنجره رو باز می‌کنیم. باز کردی؟ روی نوار عنوان چی می‌کنیم بگید؟ کلیک می‌کنیم. یه بار کلیک. کلیک چی بود یادمون رفت. فشردن یک بار دکمه سمت چپ موس. حالا آلت و اسپیس بار. کی میتونه بگه اسپیس بار کدوم کلید صفحه کلیده؟ بزرگتر از اون دیگه نداری. دیگه پیداتر نشون. خب حالا کی میتونه بگه اول آلتو بزنیم بعد اسپیس بار یا اول؟ بعضی خانم ها متاسفانه که فشردن کلیدهای ترکیبی خیلی ضعیف عمل میکنن. آلتو میزنه، ببخشید من اداشو در میارم. آلتو میزنه میگه آخه، بعد دستشو میاره کنار، بعد اسپیس بار رو میزنه، بعد میگه نشد. کلیدهای ترکیبی آلتو باید خفه کنی بعد اسپیس بار رو بزنی. اگه بخوای آلتو بزنی، اگه بخوای اینجوری عمل کنی اصلا تا فکر کنم 1 ساعت هم نتونی این کار. آلتو نگه میداری، اسپیس بار رو بزنی. چه کلیدی انتخاب میکنیم؟ چه فرمانی انتخاب میکنیم؟ موو. جابجاش. حالا دیگه اگه یاد نگرفتین منزل بعد اینو تمرین کنید. بحث بعدی یادداشت بفرمایید. چیو میخوایم بگین؟ کی میتونه حدس بزنه چیو میخوایم بگین؟ آفرین، تغییر اندازه پنجره‌ها با صفحه کلید. تغییر اندازه پنجره‌ها با صفحه کلید. خب چطوری کار رو انجام میدن؟ روی نوار عنوان کلیک میکنم، کلید ترکیبی آلتو اسپیس بار رو میزنم، با کلید جهتدار میام روی فرمان
به جای move میام روی فرمان size. حالا تغییر اندازه میدم بزرگ یا چی میکنم پنجره رو کوچک میکنم. حالا وقتی کوچک کردم چه دکمه میزنم؟ اینتر رو میزنم. یاد گرفتین؟ سخت بود. پس آلتو اسپیس بار رو زدیم، اومدیم روی فرمان سایز بزرگ یا کوچک میکنیم، اینتر رو میزنیم. پس اینجا بنویسیم از چه فرمانی استفاده کردیم. فرمان سایز میشه تمرین چندم؟ تمرین هفتم. تمرین هفتم میشه چی؟ تغییر اندازه پنجره ها با صفحه کلید. همه چیز رو باید اینجا ادامه درسمون چی داشتیم میگفتیم؟ تغییر اندازه و جابجایی. بچه‌ها گفتیم آلت چی میزنی؟ اسپیس بار. موو چی کار میکنه؟ یادمون رفته یکی از بچه‌ها پنجره‌اش اینجوری بود نمیتونست جابجا بکنه. آیا امکان جابجایی داره؟ چون جایی فضایی برای جابجا کردن نداره. بعد پنجره برگرده به حالت قبل. چون میاد یه فضایی داشته باشه. اینا رو حواسمون باشه. موو بگید جابجا میکنه، سایز تغییر اندازه میکنه، مینیمایز کوچک میکنه، ماکسیمایز کلوز بستن. کلید میانبر بستن پنجره های باز چیه؟ احسن. آلتو بگیریم بعد افشار یا افشار رو ببینیم برای پنجره ها چی شو؟ بستش. پس اینجا بنویسیم کلید میانبر بستن پنجره های باز میشه آلت به علاوه F4. آلتو F4 یعنی اگر من پنجره رو باز کنم و بخوام ببندم آلتو چی میزنه؟ F4 میزنه. خیلی ساده. پس ما این فرمان ها رو یاد گرفتیم. بحث بعدی یادداشت بفرمایید. مرتب کردن پنجره ها. حالا یه نفر میبینین مثل من حوصله نداره اینا رو خود مرتب کنه، میگه کاش یه کتابی بود اینا مرتب شده و اختیارم قرار میرسه. کتاب من میشه استفاده. حالا یه نفر میبینی نامبر وانه توی کلاس، مثلا میگه اینایی که هندی میگه که من بلدم، من میخوام برای این یاد بگیرم. این ویندوزی که داره درس میده ویندوز چیه؟ ویندوز 10 رو داره درس میده. من میخوام ویندوز 11 هم یاد بگیرم. کتاب ویندوز 11 منو از الان دارم بهتون میگم نامبر وان کم تو این کلاس نداری. شما علاوه بر ویندوز 10 باید ویندوز 11 هم یاد بگیری. یعنی الان کنار ویندوز 10 11 هم شروع کنید آموزش ببینید. نباشه که مثلا بگید خب دیگه 10 کافیه. ببینید بچه‌ها ویندوز 11 وقتی نیومد توی بازار یک ماه بعد من کتابشو گذاشتم توی کتابخونه. شبانه روز کتابو نوشتم گذاشتم دید. برای کی؟ برای شما. من که الان میگم بچه‌ها برید ویندوز 11 میگه خب مثلا خانم صادقه میگه خب من میخوام برم 11 رو بخونم. خب هندی راهکارت چیه؟ باید یه راهکاری بهش بدم دیگه. توی سایت کتاب را تنها کتاب ویندوز 11 که هست کتاب منه. برای کی نوشتم؟ برای شما. خواستید میتونید از این کتاب اونم باز هدیه بشه. از این کتاب هم استفاده کنید. این میدونی برای چی دارم میگم؟ برای اینکه بعد از 35 جلسه اگر نامبر وان دی کلاسمون باشه که نامبر وان داریم، بعد از 35 جلسه اون خانم یا آقایی که نامبر وانه میگه فوق آقا من ویندوز 11 هم یاد گرفتم. متوجه شدید؟ خب بریم بحث بعدی یادداشت بفرمایید. مرتب کردن پنجره. اگر بخوایم پنجره رو مرتب بکنیم بعد اون پنجره چی باشه؟ باز باشه. اگه پنجره باز نباشه مرتب نمیشه. یه دونه پنجره، دو تا پنجره، سه تا پنجره. الان چند تا پنجره باز کردیم؟ حالا می‌خوایم اینا رو مرتب بکنیم. روی نوار وظیفه چی می‌کنیم برای که پنجره رو مرتب بکنیم؟ کلیک راست می‌کنیم. پس یکی از فرمان‌های کلیک راست اینه که مینوی میانبر رو برامون باز کنه. اصلا کاربرد کلیک راست میانبر باز کنه. این خط رو می‌بینید از اینجا تا اینجا این قسمت رو می‌خوایم درس بدیم. کسکید پنجره‌ها رو به صورت آبشاری مرتب می‌کنه. استک به صورت افقی. من الان این یه دونه رو بردادم. چرا برداشتم؟ چون جا نداره که سه تا پنجره رو افقی مرتب بکنه. کسکید بگید آبشاری، استک افقی و ساید بای ساید عمودی. یاد گرفتی؟ پس ما کسکید پنجره ها رو به صورت چی مرتب میکنه؟ آبشاری، استک افقی و ساید بای ساید عمودی. خب یه فرمانی هم اینجا میخوام بهتون آموزش بدم به نام فرمان آندو. کسی هست با فرمان آندو آشنا باشه؟ آندو یعنی برگشتن به حالت قبل. بچه‌ها الان فرمان پنجره به صورت مرتبه
حالا شدن به چه صورتی؟ قبل آبشاری چی بود؟ قبل افقی چی بود؟ آبشاری بود. اینجا اگر آندو رو بزنین برمیگرده به حالت قبل از این. ببین برگشت به حالت قبلش. پس اگر پنجره ها رو به صورت سایت بای سایت مرتب کنم بعد افقیش کنم، حالا آندو رو بزنم برمیگرده به حالت قبل. نه دیگه فقط این سه تا. پس نه که ترکیبی نداره. پس کسکیت پنجره رو به صورت بگید آبشاری مرتب میکنه، استک افقی، سایت بای سایت، یخچال سایت بای سایت نشدی؟ سایت بای سایت عمودی، آندو هم که برمیگرده بالا قبل. این شاود دسکتاپ رو هنوز درس ندادم. میشه تمرین چندم؟ نامبر وان ها همه حواسشون به کلاس هست. میشه تمرین هشتم. میشه چی عنوانش؟ مرتب کردن پنجره ها. خیلی کارو دیست داریم از حضرت علی علیه السلام. میفرمان حتی اگر چیزی رو یاد گرفتی چی بکن؟ بنویس. ادیسون، انیشتین، نیوتن آدم‌های موفق کسایی بودن که همیشه مطالب رو می‌نوشتن. اصلا الان شما چند سال درس خوندی؟ 5 سال، 6 سال، 10 سال. نفر اول کلاس‌ها اونایی که همه میگن نمره‌شون 20 خصوصیتشون یکی از خصوصیات اخلاقشون چی بوده؟ همه مطالب رو می‌نوشتن. حالا نفر آخر چی بوده؟ هیچی نمی‌نوشته. توی کلاسای من تجربه 20 سال تدریس رو دارم در اختیار قرار میدم. اونایی که مطالب رو می‌نویسن بالاترین نمره رو می‌گیرن. اونایی که خوب انجام میدن بالاترین نمره رو نمی‌گیرن ها. اما کسی که مثلا سریع انجام میده به درد من نمیخوره. خوب مینویسه. این نوشتن معجزه میکنه که ببینم کی حواسش به کلاس هست. لطفا یادداشت بفرمایید. کوچک یا بزرگ کردن همزمان پنجره. حالا من یه نکته رو اشاره کنم. همیشه توی همین کلاس هم اینجوریه ها. قوی ترین افراد کلاس یعنی اون که خیلی قویه همه نکته هم یادداشت میکنه. یعنی اون که خیلی نامبر وانه من الان پیداش کردم و توی همین کلاس قوی ترین فردمو پیدا کردم. مثلا آقای شهریار محمدی که کتبی 90 گرفت عملی 100، سرکار خانم زرین که کتبی شد 90 عملی شد 100. خصوصیات اخلاقی قوی ها چیه؟ یک، به هیچ عنوان غیبت نمیکنن. این یک جلسه غیبت هم ندارن. اینو بر اساس 20 سال تدریس دارم. اول قوی ها رو میگم بعد ضعیف. همه مطالب رو یادداشت میکنن. یعنی آقای شهریار محمدی از اول دوره تا آخر دوره کارش این بود که مطالب رو نوت برداری میکرد. حالا یه سررسیدی داشت، یه سری اینا یه سری میبرد. سرکار خانم فاطمه قربانی که بالاترین نمره کاربر ICDR گرفته جای شما 2 نفر مینشست کتبی و عملی 100 شد توی همین کلاس. همه مطالب رو یادداشت. حالا اونایی که ضعیفن چطوریه؟ از اول دوره تا آخر دوره اسم خودشون هم توی دفتر نمی‌نویسن. حالا اینو بر اساس تجربه‌ای که دارم میگم. پس نوشتن در این کلاس معجزه میکنه. خب بحث بعدی کوچک یا بزرگ کردن همزمان پنجره. بچه‌ها برای کوچک یا بزرگ کردن همزمان یه به علاوه یک اینجا آوردم. کی میتونه بگه به علاوه یک چیه؟ یادمون رفت. آفرین 4 به علاوه 1 اون به علاوه 1 رو میخوام بگم. ببین بچه‌ها من یه کامپیوتر رو باز میکنم ریسایکل بین و کنترل پنل. من چند تا پنجره باز کردم؟ 3 تا. اگه بخوام جدا جدا مینیمایز کنم بعد اینو مینیمایز کنم بعد اینو مینیمایز کنم بعد اینو مینیمایز کنم. میگه همزمان اگر خواستی مینیمایز کنی چند تا روش برای همزمان کوچک یا بزرگ کردن پنجره داری؟ چند تا روش داریم؟ 3 روش. روش اول چیه؟ توی به علاوه 1 کلیک کنی. به علاوه 1 رو می‌بینی نایه سمت راست نوار وظیفه. این نایه‌ای که شما نمی‌بینید پشت مانیتوره. پشت مانیتور انگار نمی‌بینیمش. به علاوه 1 یه بار روش کلیک می‌کنی همه مینیمایز میشه. یه بار روش کلیک می‌کنی همه ماکسیمایز میشه. این شد راه اول. روش دوم کلید ترکیبی وینکی به علاوه چیو بزنی؟ وینکی به علاوه بگید. وینکی به علاوه دیو بزنی. دی مخفف دسکتاپه. وینکی دیو میزنی همه مینیمایز، وینکی دی میزنی همه ماکسیمایز. سرکار اول وینکیو بزنیم بعد دیو یا اول دیو بزنیم بعد وینکیو. وینکی هم باید خفه کنین ها. بهش رحم نکن. مثلا وینکیو نذاری نازش کنی بعد به دیو بزنی. وینکیو نگه داری بعد دیو بزنی. بچه‌ها بهش بگین وینکی کجاست؟ وینکی کجاست؟ بین کلید چی قرار داره؟ کنترل و آلت. بین کلید کنترل و آلت ویندوز قرار گرفته.
بین کنترل ویندوز و کنترل و آلت. روش سوم کلیک راست روی نوار وظیفه شاود دسکتاپ همه کوچک میشه، شاوپ ویندو همه بزرگ میشه. شاود دسکتاپ همه کوچک میشه، شاوپ ویندو همه یاد میگیرید اینا رو. چند تا روش شد برای کوچک و بزرگ کردن؟ 3 روش. روش اول نایه به علاوه 1 کلیک بکنید. روش دوم وینگی چی رو میذارین؟ روش سوم کلیک راست روی نوار وظیفه شاود دسکتاپ کلیک راست روی نوار وظیفه. یاد میگیری؟ سخت نیست. میشه تمرین چندم اگه یاد گرفتین بگید ببینم. تمرین چندم؟ همیشه نامبروانا به مربی هم کمک میکنن. یه نیازی نیست بره بالا نگاه کنه 8م بعد خودش میدونه. الان تمرین نهم چیو میخوای تمرین کنی؟ ببین نامبروان بهتون میگم. شخشه. ببین اصلا نامبروانا میدرخشن توی کلاس. الان چقدر از تایم کلاس گذشت؟ چقدر از تایم کلاس گذشت؟ 1 ساعت. من توی 1 ساعت قوی ترین بستن همزمان پنجره ها. بحث بعدی راجع به چی میخوایم صحبت کنیم؟ بستن همزمان پنجره ها. بچه‌ها اصلا نگران نباشید. اگر هیچی هم یاد نگرفتید، الان هیچی یاد نگرفتید. منزل تمرین کن. ژاپنی‌ها چرا از ما موفق ترن؟ ژاپنی‌ها توی کلاس هیچی یاد نمیگیرن، میرن منزل انقدر تمرین میکنن از ما قوی تر میشن. اینو باید مطلب یاد نگرفتی منزل تمرین کن. ببین بچه‌ها وقتی که ما چندین پنجره رو باز میکنیم، یکی از خصوصیات سرپا خانم از خرید ویندوز 10 اینه که پنجره‌ای که توی خانواده رو کنار هم قرار میده. الان این دوتا توی خانواده، این توی خانواده است، اینم توی خانواده است. میگه اگر بخوای اینا رو ببندی روش کلیک راست کن، کلوز آل ویندوز رو بزن. آل ویندوز یعنی چی؟ یعنی همه پنجره‌ای که توی خانواده رو یه دفعه ببند. یاد گرفتی چی شو؟ یه بار دیگه توضیح میدم برای اونایی که یاد نگرفت. اگر من یه پنجره، 2 پنجره، 3 پنجره باز کنم که توی یه خانواده باشه، نیازی نیست بیام اینو ببندم، اینو ببندم، اینو ببندم. روی اون خانواده در ناحیه تاسک منیجر، برنامه دلال اجرا کلیک راست میکنم، گزینه چی رو میزنم؟ کلوز آل ویندوز. پس تمرین چند رو میخوایم الان انجام بدیم؟ تمرین 10. تمرین 10 چیه؟ بستن همزمان پنجره ها. آقای الماسی وقتی که من پنجره هایی رو باز میکنم که توی یک خانواده هستن، خودش ویندوز 10 کنار هم قرار میده. نیازی نیست من جدا کنم. کافیه روش کلیک راست کنم، گزینه کلوز آل ویندوز رو بزنم، همه رو میبنده. چقدر کار من ساده است. ولی که ویندوز ایکس پی اینجوری نبود. ما باید اونایی که می‌خواستیم پنجره رو ببندیم از یک کلید استفاده می‌کردیم. خیلی سرکار خانم مرادی کار ما رو چی کرده؟ بفرمایید. بحث بعدی یادداشت بفرمایید. خاموش کردن سیستم. ما چطور سیستم رو خاموش کنیم؟ خاموش کردن سیستم. ساده ترین و سریع ترین روش برای خاموش کردن سیستم اینه که همه پنجره ها رو ببندی، آلت و F4 رو بزنی. آلت چی رو بزنی؟ آلت و F4 رو بزنی این پنجره باز میشه. شات داون. اوکی. سریع ترین روش برای خاموش کردن سیستم اینه که همه پنجره ها رو ببندی، آلت و F4 رو بزنی، یه اینتر سیستم خاموش میشه. بچه‌هایی که میان کلاس کامپیوتر نباید خسته کنن منو توی خاموش کردن. شما نامبروان ترینی. نباید بیاد خب من یاد گرفتم استارت رو میزنه، حالا میاد پاور رو میاره، بعد شات داون رو میزنه. اصلا این روش خوبی ولی سیستم خاموش کردن سیستم نیست. آخرین روشه. سریع ترین روش برای خاموش کردن سیستم اینه که همه پنجره ها رو ببندی، آلت چیو بزنیم و چه دکمه بزنی؟ حالا من میخوام بقیه اینا رو توضیح بدم. الان میخوام بگیم سویچ یوزر چیه، ساین اوت چیه، اسلیپ چیه و ریستارت چیه. باریکلا خیلی پسر خوبی هست. اونم یه روش. استارت رو باز کنیم. دیدید که اینستاگرام مثلا میخوان یه پیج مثلا میگه میخوای بهت یاد بدم که 2 ثانیه سیستم رو خاموش کنی، همه پنجره ها رو بزن، آلت F4 رو بزن، یه اینتر. اینجوری آموزش میدن دیگه. میام گرفت. یا اینکه استارت رو باز کنیم، روی دکمه پاور کلیک کنیم، دکمه چی رو بزنی؟ شات داون. سیستم چی میشه؟ خاموش. حالا الان امتحانش نکنید تا یه رو وقت داریم، حالا بخواید شما امتحانش کنید دیگه چی دیگه
سیستم تو خاموش کن تا روشنش کن. گزینه بعدی دکمه ریستارت هست. ریستارت برای وقتی که سیستممون هنگ میکنه. مثل سیستم شما که الان هنگ کرده بود. وقتی سیستمتون هنگ کرد چی کارش میکنید؟ ریستارت میکنید. بچه‌ها ریستارت فقط وقتایی که سیستم هنگ میکنه نیست. هر نرم افزار روی سیستمتون نصب شد حداقل 2 بار ریستارتش کنید. چند وقت پیش یکی از دوستان من که از لحاظ کامپیوتری از نظر من قوی تره تماس گرفت گفت هندی من هر کاری میکنم یه نرم افزار روی سیستمم نصب میشه. گفتم الان میام دعواش میکنم. من رفتم چطور نرم افزار روی سیستمشون نصب کردن. استپ بای استپ وقتی که نرم افزار رو نصب میکردم سیستم براش چی میکردن؟ ریستارت میکردن. بچه‌ها ریستارت کردن معجزه میکنه. هر وقت سیستمتون هنگ کرد یا نرم افزاری خاصی که سیستمتون خوب نصب کنید حتما سیستم چی بکنید؟ ریستارت کنید. حالت بعدی حالت استند بای هست. استند بای حالت چیه؟ حالت آماده باش. مثلا شما بخوای نماز بخونی، بخوای استراحت کوتاه بکنی، برگردی از سیستم استفاده کنی، از سیستم رو در حالت چی قرار میدی؟ استند بای. استند بای 2 تا قطعه رو خاموش میکنه. چیو؟ مانیتور و هارد. پس برای وقتی که خواستی استراحت کوتاهی بکنی دوباره برگردی فقط مانیتور و هارد تو خاموش میکنی. استارت رو باز میکنی، پاور رو میزنی، دکمه چیو میزنی؟ اسلیپ. حالا بخوای برگردی از سیستم استفاده کنی دیگه دکمه پاور رو نمیزنی. یا موس رو حرکت میدی یا صفحه کلیدو. خب 2 تا نکته کوچه بازاری سرکار خان موردی. اگر روی سیستممون اسلیپ فعال نبود یعنی کارت گرافیک نصب نیست. نکته کوچه بازاری اول. اگر روی سیستممون اسلیپ نصب نبود یعنی چی؟ کارت گرافیک نصب نیست. آفرین. اگر من سیستم رو استندبای کردم و با حرکت موس یا فشردن صفحه کلید سیستم دوباره احیا نشد یعنی چی؟ یعنی روشن نشد، یعنی کارت گرافیکمون خوب نصب نشد. بعضیا به شما مراجعه میکنن میگه آقای حیدری، شما میگی جانم، حالا نمیدونم مثلا میگی بله، یا میگی جانم میگی بله دیگه، چجور جواب بدی؟ آقای حیدری جانم میگه، ایشون جان میگه جان. میگه وقتی که من سیستم رو استندبای میکنم هر کاری موس رو خوردش میکنم، صفحه کلید میزنم دوباره اتفاق باید حتما دکمه چه بزنم؟ پاور رو بزنم. شما جواب بهش میدی چی؟ میگی کارت گرافیک خوب نصب نشده. حالا نصب کارت گرافیک رو بعداً درس میدیم. چند تا نکته کوچه بازاری یاد گرفتی؟ یکی اگر اسلیپ نصب بود یعنی کارت گرافیک اون نصب نیست. یکی اگر استندبای کردین و با موس یا صفحه کلید سیستم در حالت احیا برنگشت یعنی کارت گرافیک نصب نشده. اینا رو باید بنویسی، یادت میره بعد یه مدت. اگه ننویسی مثلا بعضی میگن اینم که بلدم، حالا اون یکی هم که بلدم. خب همه رو بلدی؟ اینا یادت نمیره هیچ کدومو؟ یادت میره دیگه بعد یه مدتی. ای وای من. خب پس ما تا اینجا 3 تا فرمان رو یاد گرفتیم. اونایی که یاد گرفتن بگن شاتداون سیستمو، ریستارت راه اندازیه و اسلیپ در حالت آماده باش قرار بود. آلت و F4 رو بزنیم. آلت و F4 رو بزنیم این پنجره باز بشه. بچه‌ها علاوه بر ریستارت شاتداون و اسلیپ یه ساین اوت داریم، یه سویچ یوزر داریم. ساین اوت برای وقتیه که سرکار خانم حیدری من 2 تا کاربرم، مثلا سرکار خانم حیدری و سرکار خانم مرادی و من هر سه داریم از یک سیستم استفاده می‌کنیم. اگر بخوایم سیستم رو مثلا ایشون اسمش یوزرش یوزر 1، ایشون اسم یوزرش یوزر 2، من اسم یوزرم یوزر 3 است. مثلا سرکار خانم حیدری دارن کار میکنن، من از ایشون اجازه میگیرم میگم لطفاً سیستم رو در اختیار من قرار بدید. ایشون میفرمان که من باید نرم افزارامو ببندم در اختیار شما قرار بدم یا نبندم. اگر بخواد نرم افزارا رو ببنده در اختیار من قرار بده ساین اوت میکنه سیستمش رو. اگر بخواد نبنده در اختیار من قرار بده سویچ یوزر. پس سویچ یوزر برنامه‌ها رو نمیبنده در اختیار سیستم بعدی قرار میده، ساین اپ برنامه رو میبنده. حالا سویچ یوزر رو باز بزنیم برگردیم ایشون هنوز نرم افزارشون چیه بازه. فرق سویچ یوزر با ساین اپ چی شد؟ سویچ یوزر برنامه‌ها رو نمیبنده در اختیار کاربر بعد قرار میده، ساین اپ برنامه‌ها رو متوجه شدی؟ درس جلسه بعد یادداشت بفرمایید. تنظیمات میز کار یا چی؟ از فار. الان تمرین چند رو باید انجام بدیم بگید ببینم؟ 11. کسانی که مطالب امروز براشون سنگین بود هر تمرین رو حداقل چند بار بعد منزل انجام بدن؟ 10 بار. Free audio post production.
by alphonic.com.